خب خوش اومدی. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی جالب که منابعش رو برامون فرستادی. دنیای پیچیده و خب جذاب جوغن‌های دایره‌ای. سلام، بله منابع خیلی خوبی هم هستن. از راهنمایای میدانی باستانشناسی داریم تا تحلیلای ویدیویی کاوشگرای با تجربه. دقیقاً. و هدف ما اینه که از دل این همه اطلاعات که گاهی هم میدونی با هم جور در نمیان، یه جور نقشه راه عملی و قابل اعتماد بکشیم بیرون. یه راهنمای شفاف. آره، میخوایم بفهمیم چطور میشه بین یه نماد بی‌ارزش و نشانه‌ای که به یه کشف بزرگ ختم میشه تفاوت قائل شد. دقیقاً. و ببین نکته فسینیتینگ ماجرا همینه. جوغن دایره‌ای شاید پرتکرارترین نمادی باشه که تو طبیعت میبینی. اما همزمان یکی از گمراه کننده ترین ها هم هست. یعنی خیلی‌ها رو به اشتباه میندازه. خیلی. بیشتر حفاری‌های بی‌نتیجه نتیجه همین درک نکردن تفاوت‌های ظریفه. تفاوت توی تراش، اندازه و مهمتر از همه محل قرارگیری جوغن. این جزئیات هستن که میدونی مرز بین موفقیت و شکست رو تعیین میکنن. یکی از اولین و اساسی ترین نکاتی که تو منابع تو به خصوص از زبان استاد باستان تکرار میشد این بود: هر دایره‌ای که روی سنگ میبینی نشونه گنج نیست. این به نظر ساده میاد، اما انگار کلید اصلی ماجراست. کاملا درسته. دقیقاً. چطور میشه این تفکیک اولیه رو انجام داد؟ ببین این اولین فیلتره. اگه این فیلتر رو نداشته باشی یعنی الکی وقتت رو هدر دادی. منابع تو به دو دسته اصلی جوغن غیر دفینه‌ای اشاره میکنن که خب قاتل وقت و انرژی کاوشگران هستن. دسته اول جوغن‌های نذورات و قربانی هستن. آها، یعنی همونایی که برای مراسم آیینی استفاده میشدن. دقیقاً. اینها در واقع ظروف آیینی بودن. ویژگی ظاهری خاصی دارن که بشه فوراً تشخیصشون داد. مثلا اگه من الان بالای یک کوه یکی از اینها رو ببینم، از کجا بفهمم نظری بوده؟ سوال خوبیه. بله، چند تا سرنخ کلیدی دارن. اول اینکه معمولاً کم عمق هستن و تراش دقیقی ندارن. لبه‌هاشون فرسوده و نامنظمه. انگار با عجله یا بدون ابزار دقیق کنده شدن. پس کیفیت کار پایینه. خیلی. دوم، اغلب به صورت خوشه‌ای دیده میشن. یعنی چند تا جوغان کوچیک کنار هم که خب نشون میده یه مراسمی به طور مکرر اونجا برگزار میشده. و محلشون هم مهمه حتماً. 100% محل قرارگیریشون خیلی مهمه. نزدیک چشمای قدیمی، روی قله کوها یا جاهایی که به یه دشت وسیع مشرف هستن. اینها مکانهای مقدس باستانی بودن. پس اگر یه جوغن شیار یا آبراه داشته باشه، این لزوماً جهت رو نشون نمیده. یادم توی یکی از منابع گفتی جوغن‌های نظری هم میتونن شیار داشته باشن. این خیلی گیج کننده است. چطور فرقشون رو بفهمیم؟ نکته خیلی ظریفیه. ببین، شیار تو جوغن‌های نظری صرفاً برای تخلیه مایع نظری بوده. حالا چه آب باشه، چه شیر یا خون قربانی. یعنی فقط یه راه خروجی بوده. دقیقاً. این شیارها معمولاً کوتاه هستن و به سمت لبه سنگ میرن تا مایع بریزه پایین. اما شیاری که جهت دفینه رو نشون میده کاملاً مهندسی شده و دقیق کنده شده. اغلب بلندتره و به یه نقطه مشخص تو دوردست اشاره میکنه. تفاوت تو قصد و نیت سازنده است که خب تو کیفیت تراش خودش رو نشون میده. فهمیدم. پس کیفیت تراش همه چیزه. خب دسته دوم جوغن‌های غیر دفینه‌ای چی بود؟ دسته دوم جوغن‌های ابزاری هستند. اینها در واقع آسیاب‌ها یا هاون‌های سنگی باستانی بودن. آها، تشخیص اینها باید راحت‌تر باشه. خیلی راحت تره. معمولاً بزرگ، عمیق و کاملاً متناسب هستن. دیواره‌های داخلیشون به خاطر استفاده مداوم برای ساییدن، میدونی غلات، گیاهان یا مواد معدنی کاملاً صیقلی و صافه. پس اگه همچین چیزی دیدی، یعنی تو نزدیک یه محل زندگی باستانی یا یه کارگاه هستی. پس باید دنبال بقایای یه روستا یا سکونتگاه بگردی، نه یه مقبره. این تفکیک اولیه واقعاً مسیر رو روشن میکنه. پس اگر جوغنی دیدیم
که نه شبیه هاون بود و نه تراش سرسری و نامنظم داشت، اونجاست که ماجرا هیجان انگیز میشه، درسته؟ دقیقاً. اونجاست که باید حواستو جمع کنی. این جوغنایی که واقعاً به یه مقبره یا دفینه اشاره دارن، چه ویژگی‌های مشترکی دارن؟ ویژگی اصلیشون همونطور که گفتی تراش دقیق، منظم و مهندسی شده است. کاملا مشخصه که این جوغنها با یه هدف خاص و با صرف وقت ساخته شدن. اینها تقریبا همیشه به یه قبر مهم یا یه گوردخمه ختم میشن. منابع تو انواع مختلفی از این جوغن‌های دفینه‌ای رو اسم برده بودن. مثلا جوغن تکی، این به نظر خیلی نماد کلاسیکی میاد. بله، جوغن تکی نماد قطعی یه مقبره مهمه. معمولاً متعلق به یه شخصیت برجسته مثل یه سردار یا حاکم محلی. و حتما ارزش بالایی هم داره. قاعدتاً. یه قانون کلی که چند تا از منابع بهش اشاره کردن اینه که عمق و قطر جوغن با اهمیت اون شخص و به تبع اون ارزش احتمالی دفینه رابطه مستقیم داره. یعنی هرچی جوغن دقیق‌تر و بزرگتر باشه با مقبره مهمتری طرف هستیم. و اگر همین جوغن تکی یه شیار یا آبراه دقیق داشته باشه، دیگه تکلیف کاملا روشنه. کاملاً. اون شیار دیگه برای تخلیه مایع نیست. اون کلید اصلی جهتیابیه. هدف دقیقاً در امتداد اون شیار قرار داره. دیگه نیازی به حدس و گمان نیست. یعنی مثل یه فلش عمل میکنه. دقیقاً. اما صبر کن. اینجا یه نکته جالب هست. گاهی اوقات انتهای شیار یه علامت کوچیک دیگه مثل یه نقطه یا یه ضربدر داره که بهش میگن نشان تثبیت. اون دیگه خود نقطه نهایی رو تو فاصله نزدیک نشون میده. این خیلی جالبه. یکی دیگه از مواردی که تو منابع خیلی روش تأکید شده بود و برای من عجیب بود، جوغن در دیواره عمودی صخره بود. این یکی چه تفسیری داره؟ چون به نظر میاد محاسبه فاصله براش سخت‌تر باشه. این یکی از هوشمندانه ترین انواع نماده. این جوغن مثل یه فلش بزرگ عمل میکنه که میگه ورودی همین دور و بره توی خود این صخره. پس دیگه فاصله دور مطرح نیست؟ نه، این جوغن معمولاً به یه ورودی پلم شده در زیر یا کنار خودش اشاره میکنه. ورودی یه غار دستکند، یه تونل یا یه سرداب. اینجا دیگه مسئله پیدا کردن در مخفیه. و در مقابل این اصطلاح جوغن کف یا فلور جوغن هم تکرار شده بود. این دیگه انگار آخر خطه. دقیقاً. جوغن کف یه نشان تثبیت کننده است. یعنی دیگه نیازی به حرکت و محاسبه فاصله نیست. هدف دقیقاً زیر همون سنگ یا در کف همون اتاقک قرار داره. اینها در واقع نقطه X روی نقشه گنج هستن و خب خیلی کمیابن. و اگر به جای یه جوغن با چند تا جوغن کنار هم روبرو بشیم، مثلا 3، 5 یا 7، اینا نشونه چی هستن؟ اینها معمولاً نشانه قبرستان خانوادگی یا قبور متعدد هستن. تعداد جوغن‌ها میتونه به تعداد قبرها اشاره داشته باشه. پس چطور قبر اصلی رو پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن قبر اصلی و مهمتر معمولاً باید دنبال جوغن بزرگتر یا جوغنی گشت که شیار جهت دهنده داره. اون جوغن راهنمای اصلی به سمت مقبره رئیس خانواده یا مهمترین فرد اون مجموعه است. بسیار خوب. پس جهت رو پیدا کردیم. اما اینجا چالش اصلی شروع میشه. تعیین فاصله دقیق. اینجاست که به نظرم خیلی ها به مشکل میخورن. دقیقاً. گیر کار همینجاست. توی منابعی که فرستادی به روش‌های خیلی مشخصی برای این کار پیشنهاد شده بود. بله. و محل قرارگیری جوغن کلید اصلی این محاسباته. بیایید اینها رو تفکیک کنیم. اول بریم سراغ همون جوغن‌های روی دیواره که گفتی محاسبهشون سخته. اینجا یه قانون خیلی مهم وجود داره که بهش قانون ارتفاع میگن. قانون ارتفاع؟ بله، و ندونستنش باعث اشتباهات فاحشی میشه. چطور کار میکنه؟ این قانون میگه اگر جوغن روی دیواره در ارتفاع کمتر از 1.5 متر از سطح زمین فعلی باشه، هدف به احتمال خیلی زیاد درست زیر همون صخره است. یعنی نزدیکه. خیلی نزدیک. معمولاً همونجا یه سنگچین یا چیدمان سنگی غیرعادی وجود داره. صبر کن ببینم.
پس اون سنگچینی که پایین صخره است و آدم فکر میکنه دقیقاً همونجاست، در واقع میتونه یه جور تله برای گمراهی باشه. این نکته‌ای بود که تو منابع خیلی روش تاکید شده بود. دقیقاً اینجاست که خیلی‌ها اشتباه میکنن. اگر جغن بالاتر از 2 یا 3 متر باشه، اون سنگچینی که پایین صخره دیده میشه به احتمال زیاد یه گمراهی یا تله انحرافیه. عجب. سازندگان مقبره اون رو عمدن گذاشتن تا حواس‌ها رو پرت کنن. در این حالت تو باید بالا، راست و چپ جوغن رو تو شعاع 5 متری برای یافتن پلمپ سنگی، یه فرورفتگی یا برجستگی غیرعادی بررسی کنی. هدف دیگه پایین نیست، بلکه در خود دیواره پنهان شده. این یه جور تله ذهنیه. این نکته واقعاً فوق‌العاده است. این یعنی سازندگان این مقبره ها فقط مهندس نبودن، روانشناس هم بودن. حالا بریم سراغ جوغن‌های روی سنگ‌های تکی یا همون تک سنگ‌ها. رابطه محاسبه فاصله برای اینها چطوره؟ اینجا جغرافیا و اقلیم منطقه نقش کلیدی بازی میکنه. یعنی برای هر منطقه فرق میکنه؟ بله. در مناطق شمالی و جنگلی میگه باید تو فاصله 150 متری در راستای روبروی جوغن به دنبال یه تپه کوچیک دستساز یا توپله گشت. 150 متر؟ این فاصله خیلی زیاده. چطور ممکنه کسی بتونه از روی یه علامت کوچیک روی سنگ یه تپه رو تو اون فاصله پیدا کنه؟ سوال خیلی خوبیه. دلیلش اینه که تو مناطق جنگلی با پوشش گیاهی انبوه نشانه‌های نزدیک به راحتی در طول زمان ناپدید میشن. سازندگان مجبور بودن یه نشانه بزرگتر و واضح‌تر مثل یه تپه دستساز تو فاصله دورتر ایجاد کنن که در گذر زمان و رشد گیاهان همچنان قابل تشخیص باشه. این خیلی منطقیه. و در مناطق دیگر، مثلا مناطق خشک شرقی، غربی یا جنوبی کشور، در این مناطق روش کاملا متفاوته. اولویت با فاصله نزدیکه. اول باید 5 متر سمت راست و چپ سنگ رو بررسی کرد. اگر سنگ روی شیب قرار داشته باشه، هدف معمولاً در راست یا چپ همون شیب قرار داره. و اگر روی سطح صاف بود؟ اما اگر سنگ توی سطح صاف یا تختگاه باشه، اون وقت هدف میتونه تا 100 متر جلوتر باشه. پس اول اطراف نزدیک و اگر چیزی پیدا نشد، اون وقت باید فاصله دورتر رو بررسی کرد. یکی از منابع هشدار جدی در مورد استفاده از ضریب ثابت برای تبدیل قطر جغن به فاصله داده بود. مثلا این که میگن قطر رو در عدد 7 یا 3 و 3 ضرب کن. این روش چقدر قابل اعتماده؟ اون یه نکته حیاتیه و خوشحالم که بهش اشاره کردی. اون منبع تأکید میکنه که این فرمول‌های ثابت تقریباً همیشه اشتباه هستن. نباید کورکورانه قطر رو توی عدد ضرب کرد. پس یه فرمول جهان شمول نیست. اصلاً. همیشه باید اول منطقه رو در جهتی که نماد نشون میده برای پیدا کردن نشانه‌های ثانویه بررسی کرد. پس اول باید نشانه محیطی رو پیدا کرد، بعد محاسبه رو انجام داد. برعکس چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن. دقیقاً. اول باید به دنبال سنگچین، تغییر رنگ و جنس خاک که بهش خاک دستریز میگن یا یه تپه کوچیک بود. این نشانه‌های فیزیکی و محیطی هستن که فرمول یا فاصله رو تایید میکنن، نه برعکس. بدون تاییدیه محیطی هر محاسبه‌ای فقط یه حدس بی اساسه. این بحث محاسبات واقعاً چشم آدم رو باز میکنه. اما موضوع فقط پیدا کردن محل نیست. منابعتون به نکات جالبی در مورد خطرات، تله‌ها و جزئیات تکمیلی دیگه هم اشاره داشتن که به نظرم تصویر رو کاملتر میکنه. بله، و بحث تله‌ها بسیار جدیه. یکی از مقالات به طور مشخص به نمادهای دایره‌ای به عنوان هشدار تله اشاره کرده. یعنی خود دایره میتونه نشونه خطر باشه؟ میتونه. برای مثال دایره‌های تو در تو یا در هم تنیده تقریباً همیشه نشانه خطر و وجود تله‌های فیزیکی و مکانیکی هستن. این نماد مثل یه تابلوی خطر مرگ در دنیای باستان عمل می‌کرده. تله‌های مکانیکی یعنی مثل فیلم‌های ایندیانا جونز؟ شاید نه به اون پیچیدگی سینمایی، اما بله، تله‌های ریزشی، گودال‌های پنهان یا مکانیزم‌های سنگی. نماد دایره‌های تو در تو میگه که مسیر پیش رو امن نیست و نیاز به تخصص بسیار بالایی برای خنثی‌سازی داره. و اگر حلقه‌ها جدا از هم باشن؟
اگر حلقه‌های متعدد اما جدا از هم وجود داشته باشن، این نماد به این معناست که بیش از یک تله در مسیر وجود داره. یعنی باید در چند مرحله مراقب بود. این نشون دهنده یه سیستم دفاعی پیچیده برای محافظت از یه مکان بسیار مهمه. یه نکته طلایی دیگه که تو یکی از ویدیوها مطرح شده بود و به نظرم خیلی کاربردیه، جهت طلوع خورشیده. بله، این یه فیلتر بسیار مهمه. اون منبع اشاره میکنه که مقبره‌های مهم، به خصوص مقبره‌های سلطنتی یا افراد برجسته، اغلب رو به طلوع خورشید ساخته میشدن. که نماد تولد دوباره و جاودانگی بوده. درسته. وقتی تو یه منطقه با چندین احتمال روبرو هستی، بررسی اینکه کدام جهت رو به شرق یا طلوع آفتاب میتونه گزینه‌ها رو به شدت محدود کنه و تو رو به هدف اصلی نزدیکتر کنه. اگر بخوایم یه نقشه راه سریع بر اساس این بررسی عمیق ترسیم کنیم، مراحل به این صورت خواهد بود. اول، با بررسی دقیق تراش، عمق و محل قرارگیری، مطمئن شو که جغن از نوع دفینه‌ای است و نه نظری یا ابزاری. کاملا درسته. این فیلتر اولیه است. مرحله بعد پیدا کردن نشانه‌های مکمل برای جهتیابی و تعیین محدود است. یعنی شیار برای جهت، قانون ارتفاع برای... دقیقاً. اگر شیار داره جهت رو بهت میده، اگر روی دیوار است قانون ارتفاع بهت میگه بالا رو بگردی یا پایین، و اگر روی تک سنگه اقلیم منطقه فاصله رو تعیین میکنه. و در نهایت قبل از هر اقدامی جستجوی نشانه‌های محیطی در اون محدوده، مثل سنگچین، خاک دستریز یا تپه کوچک برای تایید نقطه نهایی کاوش. و البته همیشه با احتیاط کامل. بله، و همیشه باید با احتیاط کامل عمل کرد، به خصوص اگر با نمادهای هشدار دهنده‌ای مثل دایره‌های تو در تو روبرو شدی. این یه جنبندی عالی بود. امنیت و احتیاط همیشه در اولویته. و حالا به عنوان یه فکر نهایی برای تو که این منابع رو دنبال می‌کنی و به این موضوع علاقه‌مندی، بگو. یکی از مقالات اشاره کوتاهی داشت به اینکه نماد دایره گاهی میتونه ورودی مکانهای مقدس پنهان مثل کلیساها یا صومعه‌های زیرزمینی رو هم نشون بده، نه فقط مقبره. این خیلی جالبه، چون استراتژی رو کاملا عوض میکنه. دقیقاً. و این یه پرسش جالب رو برای تو مطرح میکنه. تو منطقه‌ای که داری بررسی میکنی چطور میتونی فرق بذاری بین یه مقبره شخصی که ارزش مادی داره و یه مکان عبادی پنهان که ارزشش معنویه؟ آیا نشانه‌های ظریف دیگری وجود داره که این دو رو از هم جدا کنه؟ و این تفاوت در هدف چطور میتونه استراتژی تو برای رمزگشایی و کاوش رو تغییر بده؟